سلام به همه بینندگان محترم. در شهر بندرعباس هستیم، همونطور که می‌بینید در کنار ساحل در نزدیکی اسکله حقانی و پشت سر من نفتکش‌ها و کشتی‌های مختلف داخلی و خارجی رو می‌بینید که در اینجا لنگر انداختن و امکان تردد ندارن مگر با اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما در طرف چپ من زندگی جریان داره. اگه همکارم این رو نشون بدن، مردم در حالت عادی زندگیشون رو پی گرفتن، آتش بس برقراره و مردم خیلی دیگه با اون شرایط جنگ اهمیتی نمیدن و زندگی به جریان عادی خودش برگشته. میبینیم خیابون‌ها شلوغ شده، مردم در عصرگاهی که شرایطش رو دارن به ساحل بندرعباس اومدن، ساحل شهر رو با حضورشون با نشاط کردن. و اما من همین چند دقیقه پیش از تنگه هرمز گذشتم و به اینجا رسیدم. تنگه هرمز در امنیت و امان کامل، از محاصره دریایی خبری نیست. کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی و کشورهای دوست ایران از جمله چین به راحتی میتونن از اینجا خارج بشن و در ورود و خروجشون هیچ مشکلی نداره. کشورهایی که با ایران دشمنی دارن، از جمله کشورهایی که پایگاه‌های آمریکایی در اونها قرار داشت، امکان تردد رو ندارن. هرچند یک شخصی به اسم آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواد عنوان کنه که اونها امکان تردد دارن، ظاهرا ایشون در جهان موازی، در تنگه هرمز موازی در جهانی دیگر این اجازه رو به اونها داده و محاصره دریایی تنگه هرمز رو انجام داده. ولی واقعیت چیزی هست که ما در تنگه هرمز دیدیم و تصاویرش رو ثبت کردیم، هیچ مورد خاصی وجود نداشت. با ما همراه